تاریخ یک کشور بی تردید التفات به هویت و تفکر تنها سوانح و حوادث نیست. اگر بخواهیم تاریخ 200 ساله ایران رو بررسی بکنیم، شاید مهمترین مسئله فراز و فرود حکومت ها نباشه، تغییر قدرت ها نباشه، بلکه نسبت ما ایرانیان با وضع جدید باشه، با دوره جدید و خرد جدید باشه. اساساً پرسش ما در تاریخ 200 ساله اخیر ایران صرف تحولات سیاسی یا برآمدن و ظهور قدرت ها نیست، بلکه چطور فکر ایرانی تونست در این موانعی که وجود داشت، در این تلاطماتی که بود، خودش رو بیاره امروز نشون بده و ما همچنان با ایران مواجه باشیم. به عبارتی خرد ایرانی مهمترین پرسش امروز ما هست که این خرد کارآمد است یا نه. این عقل میتونه اقتضاعات، پرسش‌ها، وضع جدید و نیازهای جامعه ایران رو بهش پاسخ بده و اگر ناکارآمده و عقل مغرب زمین کارآمده به چه دلیل هست؟ آیا این پرسش اساساً پرسش درستی است که ما درباره خردها و هویت‌ها در نسبت با ترقی و پیشرفت از کارآمدی یا توانایی سخن بگیم یا خیر؟ پس ما وقتی داریم میگیم تاریخ 200 ساله ایران، در حقیقت مهمترین پرسش ما این هست که در نخستین رویارویی که با مغرب زمین داشتیم، متفکران ما چی دیدن؟ چه چیزی گزارش کردن؟ چرا عمدتاً نگاهشون شیفتگی بودش که به غرب شکل گرفت؟ چرا تمام نوشته ها و سفرنامه ها به جای بیان حقیقت وضع ما به دنبال جبران در واقع عقب ماندگی ما با تأکید بر ایران باستان یا پیروی از غرب بود، بدون اینکه ما به خویشتن آگاهی درستی پیدا کنیم؟ علتش این بود که ما تاریخ خودمون رو به درستی نخوندیم، همچنان که امروز هم بسیاری از ایرانیان با تاریخ 200 ساله اخیر ما غیر از حوادثی که تلخ هست یا حوادثی که بتونه خودش رو نشون بده ما روبرو نیستیم. یعنی اگر ما با مشروطه آشنایی داریم، این آشنایی صرفاً از این باب هست که منجر به تغییر قدرتی شد یا تبدیل به یک وضعیت جزئی شد. ما مشروطه را از حیث اینکه در دوران پیشا مشروطه متفکران ما به دوره جدید، به غرب، به حکومتی که حکومت استبدادی میگفتن چگونه نگاه میکردن، به جامعه ایرانی چگونه نگاه میکردن، چرا این اندیشه ایرانی نتونست در 200 سال پیشتر از اون خودش رو نشون بده و راهی پیدا بکنه؟ ما از این تعبیر میکنیم به ناکارآمدی خرد یا عقل ایرانی. و چه باید بکنیم؟ یعنی آیا با همون عقل که بیشتر پای در عقل ناتوان داشت، یعنی عقلی که توجه به دوره پیشتر و کهنه داشت، قدیم داشت و اصلا مواجهه‌ای با وضع جدید نداشت، خب طبیعتاً توانایی پرسش از وضع جدید رو نداره و نمیتونه راهی رو شکل بده. عنوان کردم در درس‌گفتار پیشین درباره تاریخ ایران که اگر ما بخواهیم تاریخ ایران رو به درستی بررسی بکنیم، باید یک هویت مستمری رو بهش التفات داشته باشیم. ایران پس از حمله اعراب که یکی از مقاطع مهم تاریخ ایران هست، دچار انقطاع تاریخی شد. یعنی امکان بازسازی ایران در دوره پیش از حمله اعراب وجود داشت، همچنان که
ما پس از شکست در مجموعه سلسله های هخامنشی، یعنی همه آنچه را که ما تحت عنوان هخامنشی مینامیم، چه پیش از اون که ارثیه اون رو داشت که ماده ها بودن و چه بعد از اون که جانشینان در واقع اسکندر در ایران بودن، خب این در دوره اشکانیان بازسازی شد. باز شکسته هایی که شکل گرفت و یواش یواش رو به ضعف گراییدن اشکانیان در دوره ساسانیان بازسازی شد. یعنی شما 200 میلادی رو که نگاه میکنی، ساسانیان تبدیل به قدرتی هستند. سخن من اینه که اگر کسی بگوید این بلا بود و حتما و ضرورتا باید حمله اعراب به ایران اتفاق میافتاد، نه، این مسئله مهمیه. ایران هرگاه نتونه از درون دست به بازسازی بزنه و تکیه بده به خرد خودش، طبیعتا تلاطمات بیرونی وضعیت اسفباری را شکل میدن که ما در تاریخ ایران دیدیم. این همین وضعیت در حمله مغول هم دیده میشه. یعنی خب این حوادث که ما کنار هم دیگه میذاریم میبینیم که نتونسته بودیم درس مهمی رو از حوادث مهم بگیریم. حمله اعراب به ایران شاید حق با آقای زرینکوب باشه که ما 2 قرن نتونستیم سر بر بیاریم. 2 قرن یعنی درسته که در وهله هایی ما تقلاهایی کردیم، کوشش هایی کردیم و البته قابل بحث هست، اما حقیقت این هستش که اندیشه ایرانی سر بر نیاورد و همه ما میدونیم که ایرانیان در انتقال قدرت خلافت از دمشق به بغداد و از بغداد به طوس نقش مهمی داشتند. سال 132 از دمشق به بغداد و سال 198 از بغداد به طوس. اما حقیقت اینه که تمامی دستاوردهای ایرانیان در سال 198 از دست رفت و همه چیز به نام خلافت عباسی در واقع تموم شد. این تلاش هایی که من میگم، بله، تلاش های پراکنده‌ای بود که از جانب ایرانیان در اون 200 سال اول یا حتی منتهی به حکومت طاهریان نیمه مستقل شد و بعد صفاریان. اما طبیعتا اینها رو نمیتونیم ما به معنای بازسازی تفکر ایرانی بدونیم. حتی آل بویه را هم نمیتونیم. درسته آل بویه به طور خالص برخلاف غزنویان و سلجوقیان پای در ایران داشتند، در حوزه دیلم ایران هستند، در شمال ایران هستند، در مازندران و بخشی از گیلان هستند، مردمان ایرانی هستند. اما شما وقتی نگاه میکنید میبینید به تدریج باز دوباره در ذیل خلافت دارن گام برمیدارن. یعنی نمیتونن بیان یک حکومتی که وحدت سرزمینی ایران رو بتونه شکل بده. در عین حالی که من از دوره آل بویه دفاع میکنم، به خصوص از دوره عضدالدوله که ایران سر برمیاره. دوره درخشانی هست. یعنی عضدالدوله چه در شیراز، چه در ری و چه در بغداد تلاش‌های زیادی که هم به لحاظ فکری هم به لحاظ آبادانی صورت میده، خب بخشی از تاریخ ایران رو احیا میکنه. اما آل بویه در ذیل هجمه‌های غیر ایرانیانی مانند غزنویان، ترکان غزنوی، در حقیقت این تاریخ رو دوباره به عقب انداختن و امکان، خب ببینید ابن سینا در درون آل بویه هست، چه در گرگان که تلاش میکنه بره پیش آل زیار که ناموفقه، چه در ری که پیش مجدالدوله و بانو هست، چه در همدان در شمس‌الدوله و چه در اصفهان علاءالدوله که خب میتونست در دوره علاءالدوله اصفهان مانند دوره صفویه که مرکز عقلی اصفهان با ابن سینا و شاگردان ابن سینا شکل میگیره، این میتونست فراهم بیاد که ایران دوباره سر بر بیاره. اما حمله بیگانگان دوباره، یعنی وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که مسعود غزنوی یعنی حکومت‌های ترک غیر ایرانی اصلا اجازه نمیدن که بخواد ایران از حیث فکری رشد تدریجی پیدا بکنه. ببینید نکته جالب این هستش که علی ابن زید بیهقی در تتمه سبان الحکمه بیان میکنه که کتابخانه‌های اصفهان رو یا سوزوندن یا به غارت بردن
و اینها را به غزنین بردن. خب ببینید پس پایتخت غزنویان یک کتابخانه بزرگی که محصول غارت اونهاست. خب همین وضعیت در دوره عثمانی هم شکل گرفت. عثمانی‌ها در حقیقت تمامی کتابخانه‌های مهم دنیای اسلام رو میشه گفت که تسخیر کردن، گرفتن و منتقل کردن به کتابخانه‌هاشون. چرا الان باید حجم زیادی از رساله‌های ابن سینا در کتابخانه‌های استانبولی ایوسوفیه باشه؟ این در دورانی اتفاق افتاد که دوره سلطه در واقع و چیرگی عثمانیان و کشورهای اسلامی بوده و بخش‌های از ایران بوده. به دفعات تا حتی همین 110 سال قبل تبریز مورد هجوم بوده. این مسئله مهمه که ما به دلایل زیادی نتونسته بودیم این وحدت در واقع هویتی یا سرزمینی رو به واسطه این حمله اعراب به دست بیاریم. درسته که ایرانیان تلاش کردن، کوشیدن، تمدن اسلامی در پرتو کوشش‌های اونها به وجود اومد. خب تا دوره صفویه مسئله هست، یعنی حمله مغول ایلخانان هستن، بعد ترکمنان آقایونلو هست، بعد قراقایونلو هست. دوره صفویه دوره قابل توجهیه. اصلا مسئله شیعه و سنی نیست در تاریخ ایران. ما نباید صفویه رو تنها از منظر برخورد با اهل سنت یا دفاع از شیعیان یا اعلام رسمی مذهب تشیع ببینیم. پیش از آن ما باید صفویه رو در باب توجه به مسئله ایران ببینیم. خب حالا تا اینجا که رسیدیم من یه 2 نکته کوتاه میگم، بعد مسئله جنگ ایران و روس و آغاز تاریخ دوره جدید ایران رو واگذار میکنم به بحث بعدی. ببینید در دوره صفویه علیرغم همه فراز و فرودها، شکستها، تلخیها، اصفهان تبدیل به مرکز تفکر هم شد. تفکر به معنای عام، هنر باشه، نقاشی باشه، شهرسازی باشه، معماری باشه، فلسفه باشه، علم باشه، همه اینها رو در نظر بگیریم میشه گفت تقریباً از دوره میانه حکومت شاه طهماسب این زمینه مهیا شد و شاید بتونم بگم تا 100 سال اصفهان اهمیت اساسی در دنیای اسلام داشته و بیش از اونی که ما در عثمانی حتی میبینیم، چون عثمانی ها نزد دیگران با خشونت و جنگ و تصرف و در واقع به دور از یک نگاه تمدنی دیده شدن، در حالی که مغرب زمینی ها مثل شاردن وقتی میاد ایران داره گزارش میده، 12 سال در ایران زبان فارسی یاد گرفته، گزارش بسیار مهمی میده. زمانی که ناپلئون میخواد توجه به شرق پیدا بکنه، اون گزارش تقریبا 1300-400 صفحه‌ای رو دستور میده که خلاصش رو درباره روح ایرانی، تمدن ایرانی، فرهنگ ایرانی، مردمان ایران براش خلاصه بکنن، بفهمه که در ایران با چه مسئله‌ای روبرو هست. خب شاردن در گزارشش درسته که خوی مردم رو بیان میکنه، ولی تعبیری که از اصفهان داره به عنوان قلب ایران، نه تنها به صرف معماری و نقاشیش یا شکوه قدرت، هنوز که هنوز هست اصفهان در حقیقت آغاز سنت عقلی هست که تونست با بازخوندن تفکرات دوره نخستین، یعنی فارابی، ابن سینا، سهروردی، تبدیل بکنه اصفهان رو به قلب تفکر ایرانی. خب این مسئله مهم هست که این بازخوانی تاریخ هم بود، بازخوانی اندیشه هم بود، بازخوانی فرهنگ هم بود، بازخوانی اخلاق هم بود. لذا باید قدر این دوران رو بدانیم، یعنی دوره اصفهان که تونست اون رشته ها رو به هم متصل بکنه و این هویت و وحدت رو برای ما آشکار بکنه. اما متاسفانه باز دوباره ما در اصفهان دچار مشکلی میشیم. سخن اینه، ما در اصفهان وقتی نگاه میکنیم
ما نرفتیم سراغ غرب چون آشنایی نداریم و سراغ غرب رفتن ما بسیار اندکه. اون اندک هم از باب واکنش بود. علتش این بود که ما در جنگ با عثمانی در سال 920 شکست خوردیم و این شکست البته برای ما درسی شد. این شکست به واسطه شکست صرف از عثمانی نبود، شکست در برابر وضع جدید بود، بی تردید شکست در برابر عدم آگاهی به دوره جدید بود. همچنان که ما امروزه وقتی حرف میزنیم مشرق به نوعی در واقع عقب ماندگیش رو محصول ناآگاهی از دوره جدید باید بدونه. درسته که وضع داره مغلوبه میشه، یعنی نیاز غرب به شرق رو داریم میبینیم و تمنای اونها به گفتگو با شرق رو داریم میبینیم، اما اون یک مسئله دیگه هست و من البته اون رو تنها در نگاه مستشرقی هم نمیبینم. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم از باب طمعی مستشرقانه هست، نه، این یک نیاز واقعیه. وقتی قربان بیان میکنه که ما برای بحرانی که در غرب وجود داره راهی نداریم الا به شرق، و مراد البته قربان و دیگران از شرق لزوما هندویسم و بودیسم نیست. یعنی شرق تفکر مشرق زمین هست که قلب این تفکر اندیشه حکمی در ایران هست. به هر حال من سخنم این هست که در اون دوره غربی ها به ما توجه میکنن. حجم سفرنامه نویسی هاشون رو ببینید، حجم اومدن هاشون رو ببینید، گزارش کردن هاشون رو ببینید. خب این وضع بعد از داستان عباس میرزا و شکست از روس و دو عهدنامه‌ای که بستیم، یکی به واسطه جنگ 9 ساله با روس بود و یکی جنگ 2 ساله، یعنی قرارداد گلستان که در روستای گلستان در قره‌باغ، همین قره‌باغی که الان در آذربایجان هست که حالا بیان خواهم کرد، تو اون پیمان اول که عهدنامه گلستان هست 1228 مصادفه با 1192 شمسی که تقریبا 208 ساله، اگر ما الان رو قرن جدید بدونیم 1400. ببینید در عهدنامه گلستان قفقاز، ارمنستان، شرق گرجستان مثل کاختی، غرب گرجستان مثل ابخازیا، گوریا، قاچاقباشی، تمام شهرهای غربی در ساحل دریای سیاه مثل اینگوش، چچن، اینا از دست ایران رفت. جالبه ما وقتی نگاه میکنیم متاسفانه در اون دوره عهدنامه اول گلستان 14 ولایت از ایران جدا شد. خب این 14 ولایتی که 14 ولایت مهم بود، 220,000 کیلومتر مربع خاکی به انضمام 1360 کیلومتر مربع خطوط ساحلی از ایران جدا شد. خب ببینید این سرخوردگی بزرگی برای ایران به وجود آورد. یعنی عباس میرزا نه، کل مردم ایران راهی رو جستجو کردن. خب من اینو گفتم برای اینکه شما رو بیارم به تاریخی که میخوام با شما حرف بزنم. در دوره صفوی غرب توجه کرد که ما چی داریم و در دوره پس عباس میرزا و شکست ما رفتیم سراغ غرب، اما متاسفانه نتونستیم فهم بنیادینی از غرب شکل بدیم و تاکنون در درون همین فهم سطحی و ناقص موندیم و برای این من میخوام با شما گفتگو بکنم که چه راهی میتونیم پیدا بکنیم. متشکرم.